سلام بیننده ارجمند، تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی از شهر پراگ پی میگیریم. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. اگنتی اویاسیای گرجدانی میگوید با زیاد شدن پروازها نرخ بلیط ارزان می شود. ساکنان در این باره نظری دیگر دارند. 6800 اینم 22 دا ایجاد با 5750. خشت اولی بیناها را در خوجند پرزیدنت گذاشت، اما خود این بیناها را کی میسازد؟ تکثیرانی بیخانه و در که همسرش وفات کرد برای طفلش در ماشین جای خواب درست کرده و کارش را دوام میدهد. اگنتی اویاسیای گرجدانی تاجیکستان ادعا کرد که با برقرار شدن پروازهای منتظم نرخ بلیط ها از تاجیکستان به روسیه 50% ارزان می شود. با تصمیم روسیه شماره پروازهای مستقیم میان شهرهای دوشنبه و مسکو از 27 آگوست تا 14 پرواز در هفته زیاد کرده می شود. آیا واقعا هم نرخ بلیط هواپیما در فروشگاه ها ارزان شده است؟ گزارش همکارانم از شهر دوشنبه را اسکندر خواجه میرزاده پیشکش می کند. خبری افزایش پروازهای منتظم میان دوشنبه و مسکو بعضی از ساکنان را به دسترس نمودن چیپتای ارزان امیدوار کرده است. بنا به اطلاع اگنتی اویاسیای گرجدانی تاجیکستان سر از 27 آگوست شمار پروازها در خط سیر دوشنبه مسکو دوشنبه از 4 پرواز در هفته به 14 عدد برابر خواهد شد. ایرپورت اپسنم 6800 اینم 22 دا ایجاد با 5750. از باشم میگم 27 دا ارزان میشه. در اگنتی اویاسیای گرجدانی گفتند با بیشتر شدن شمار پروازها نرخ بلیط ارزان و دسترسی به آن آسان می شود. در عین حال به اطلاع این نهاد نرخ رسمی چیپته تا $500 پیش بینی شده است، ولی طلبگاران بلیط چیزی دیگر می گویند. پرسات که قطعی یک جو میگه که 6900 یک دو جا 6300 گفتن اونم پرسات که قطعی پراموی رس 7 چند درجه گفت 7500 چند گفت یا 400 چند گفتن. دست دمون نرخ بالان کتی دسترس میکنیم. با چند سو مثلا 6500 تا 7000. برعکس روزهای پیش نزد نقطه های چیپته فروشی امروزها حضور خریداران بلیط کم به نظر می رسد. وضعیت بهترش رگیست. کمتر بودم و طلبگاه بسیاره. نقش رگیه. طلبات و بلیط بسیاره؟ طلبات بسیاره. با گذشت بیش از یک سال، 1 اپریل پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه از سر گرفته شد. روسیه میزبان صدها هزار مهاجر تاجیک است و مبلغ فرستاده آنها برای اقتصاد تاجیکستان مهم خوانده می شود. برخی از آنها شکوه می کنند که به سبب کم و گران بودن پروازها نتوانستند به روسیه سفر کنند و در وطن جای کار ندارند. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. مقامات ازبکستان برای گریزه های افغانستان پناهگاه را تشکیل کردند. در این باره پایگاه گزیتا.uz با استناد به طبیبان خبر داد که در پناهگاه کار میکنند. این خیمه ها در ناحیه ترمیزی ولایت سرخندریای ازبکستان که با افغانستان هم مرز است نصب شدند. در آنها بیش از 100 گریزه افغان عین حال جایگیر کرده شده است. حرکت طالبان 15 آگوست شهر کابل پایتخت افغانستان را تصرف کرد. در نتیجه قسمی از نظامیان آن کشور به ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند. به اطلاع دادستانی کل ازبکستان روزهای 14 و 15 آگوست 24 چرخبال و 22 هواپیمای نظامی افغانستان حریم هوایی آن کشور را نقض کردند. 3 هواپیمای امبرایر 314 افغانستان روز 15 آگوست برای نشستن در فرودگاه خانه آباد قرشی ازبکستان درخواست اجازت کردند، ولی به آنها دستور شده است که به فرودگاه ترمیز نشینند. برای همراهی کردن آنها 2 هواپیمای ازبکی میگ 29 سفربر کرده شده است. هواپیمای میگ 29 ازبکستان هنگامی همراهی کردن در آسمان ناحیه شیرآباد ولایت سرخندریا با هواپیمای امبرایر 314 برخورده است. خلبان‌های هر دو هواپیماها نجات یافتند.
دادستانی کل ازبکستان افزوده است که 15 آگوست 158 شهروند و نظامی افغانستان از رودخانه گذشته غیر قانونی وارد ناحیه ترمزی ازبکستان شدند. در عرفه 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان دهها بنا و انشاءات جشنی به استفاده داده می شود. اهل فرهنگ شهر خوجند و دانشجویان این شهر هم انتظار بودند که جشن استقلال را در کاخ فرهنگ و بینای نوی دانشگاه تجلیل می کنند. اما پس از خشت اول را گذاشتن رئیس جمهور ساختمان این بیناها ادامه نیافته است. چرا؟ فرزان محمدی گزارش می دهد. دو بینای طبق نقشه بر هوای جشنی که خشت اولی آنها را چند سال پیش پرزیدنت تاجیکستان در شهر خوجند گذاشته بود همان روی کاغذ مانده، حتی پای دیوار آنها بنیاد نشده است. یکی از آنها کلانترین کاخ فرهنگ در ولایت سوخت و دیگری بینای 13 قبته دانشگاه دولتی شهر خوجند. اصلا هنوز تقریبا 10 سال پیش در کنار محله 20 شهر زیاده از 1 هکتار جای را جدا کرده و ساختمان کاخ فرهنگ را گویا سر کردند، ولی سال‌هاست که اینجا به تپه‌ای پر از سنگ و کلوخ تبدیل یافته است. کاخ فرهنگ نامگذاری شدن این ایستگاه اکنون مثل یک آرزوی دور صدا می‌دهد. اگر پشت شود و اون موافق نقشه لایحه همان دوره باید 2,500 یا 2,000 نفر باشد که تا 3,000 حتی ایستاده بودند. اگر شود هم چکمی وای بسیارتر وای می شود، پوشانده می شود چکمی همون شخصانی که صاحبکارانی که با شغل بیزنس مشغولند و اینچنین ما میتونیم و روی چاربینی خیلی کلان که در باد و هوا که نامساعد باشد ما چاربینی‌های کلان را در سکران می‌گذاریم. اگر که باران شود در یاد خاطر داریتان که چند مراتب دیگر ماننده شده بود برای آفت‌های طبیعت پسک‌های و اگر آنجایی که پوشیده باشد و مانند تالاری کلان داشته باشیم ما نترسیده البته روزش ساعتش معین کردن اینکه چاربینی‌ها رو گذرانده می‌توانیم. ماه سپتامبر سال 2016 به جای باغ خرمشهر دانشگاه خوجند اینجا خشت اول بینای اساسی این مؤسسه برای 5,000 دانشجو از طرف پرزیدنت امام علی رحمان و رئیس وقت ولایت عبدالرحمن قادری گذاشته شد. آن زمان سامانه پرزیدنت نوشته بود در اساس لایحه طرح ریزی شده مساحت بنا 1 هکتار را تشکیل داده مهلت ساختمان آن از 3 تا 5 سال را در بر میگیرد. ولی با گذشت این سالها ساختمان حتی شروع نشده است. امروز در این مورد از جانب مقامات اجرا حکومت دولتی ولایت سوخت و با دستور محترم رئیس ولایت امروز کارها ادامه دادند. رهبران ساختمان و معماری حکومت ولایت کی بنیاد شدن این بناها را نمیدانند و مشکل را به نبودن پول بستگی میدهند. این انشاءات باید از بودجه جمهوری مبلغ‌گذاری می‌گردید، زیرا دانشگاه دولتی خوجند به نام مدینه برجان خود مبلغ‌گذاریش تمام دانشگاه و دانشکده‌ها از بودجه جمهوری عملی می‌گردد و ساختمان باید از جانب وزارت موارد علمی جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردد. روی کاغذ ماندن این طرح‌های بزرگ در حال روی می‌دهد که در تمام کشور بخشیده به 30 سالگی استقلال بناهای نو را باز می‌کنند. در ولایت سوخت به این مناسبت از سال 2019 تا حالا 7,577 انشاءات ساخته و نقشه 95% اجرا شده است. 5% باقی مانده نیز باید به زودی اجرا گردد، ولی در آن رویخط کاخ فرهنگ و بینای اساسی دانشگاه خوجند جای ندارند. جشن به آنها خواهد گذشت. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. حالا درباره زندگی یک راننده تاکسی در شهر بیشکک قصه میکنیم. نورولا راننده تاکسی در پایتخت قرقیزستان پس از فوت زوجه‌اش با 2 طفل خردسال تنها ماند. او در رده اول ماشین خود برای طفلان جای خواب درست کرده و شبانه تاکسی میراند، چون روزانه گرم است و طفلک خردسالش مسافری دائمی تاکسی او است. گزارش تلویزیونی نستایش وریم را در این باره سلیم ایوبزاد تقدیم میکند. کنی دخترم آماده ای؟ کار میکنیم؟ نه اول با مغازه رویم؟ اول مغازه؟
چی میخوای خری؟ گامبورگر. نورالله یک شبانه روز این جانب نخفته است اما نمیتواند به کار نبراید. پرستاری 2 کودک بر دوش اوست. زوجه او ماهی پیش 10 روز پس از تولد فرزند دوم درگذشت. طفل نوزاد را حالا خویشاوندان او نگاه بین میکنند. او میفهمد وقتی روز تاریک میشود کودک بیچاره میگوید پدر جان آفتاب خواب رفت به کار میرویم. وقتی صبح آفتاب میدمد او ساعتهای 7-8 بیدار میشود و میگوید پدر آفتاب بیدار شد رفتیم خانه. نورالله مجبور است شبانه تاکسیرانی کند چون که روزانه داخل ماشین برای دخترش خیلی گرم است. شبانه صالحه در داخل ماشین خواب می رود. او برای دخترش در کرسی پیش ماشین یک جای خواب درست کرده است. گاه او اینجقی می کند. من می گویم که دخترم این خیلی ممکن نیست. کار باید کرد. برای کودک باید شیر خریم. و الکی با این شرایط اونس گرفته است و برعکس مرا وادار می کند پدر جان رفتیم به کار باید پول کار کنیم. ما باید خانه خریم. الکی مثل کلان سالها فکر می کند. با نورالله میسر نشد که کودک را به باغچه دولتی دهد. برای باغچه دولتی باید نوبت پایی کرد. نمیتوانیم قاعده را ویران کنیم. من میفهمم که من تنها نیستم اما آدمانی که در نوبت هستند حالشان مثل من نیست کو. آنها میتوانستند با درک وضعیت به من یاری دهند. در اداره معارف شهر میگویند نوبت پایی به باغچه بچگان آنلاینی است. با وجود آنکه نورالله در گروه امتیازداران است، پیش از دختر او 17 نفر دیگر در نوبتند. مسئولان برای قبول صالحه در باغچه رخصت دادند اما همزمان یک باغچه خصوصی هم حاضر نشد او را بپذیرد. دینارا اورماتووا مسئول مرکز تعلیمی سوردلوف میگوید بسیاری از والدان 1 سال قبل از باغچه روی طفلانشان برای آنها نوبت میگیرند. او آمد و گفت که از 2 آگوست ما زود کودک او را بپذیریم اما این خیلی نمیشود. میفهمید او از گروه امتیازداران است اما این به معنای نیست که زود باید قبول شود. نوبت هست، سیستم کار میکند، اینجا اشتباهی نیست. با عقیده نازگل توردوبیکووا رهبر فاند جمعیتی اتحاد حمایه حقوق کودک مشکل ثبت نام کودکان در باغچه ها نو نیست اما با گفته او شهرداری بیشکک در این رابطه برنامه ندارد. باغچه های نو ساخته نمی شوند. بناهای کهنه تعمیر نشده اند. نوبت پایی آنلاینی خود به خود مشکل باغچه ها را حل نمی کند چون که از شهر بیشکک تنها 30% کودکان را می تواند در باغچه ها فرا گیرد. مگر با این حال می توانیم گوییم که نوبت پایی آنلاینی می تواند مشکل همه نیازمندان را حل کند؟ مشکل دیگر به گفته توردوبیکووا در آن است که بسیار بناها همچون باغچه استفاده نمی شوند. اگر در دوران شوروی برای خوانندگان ابتدایی بنا می ساختند پس از فروپاشی بسیاری از بناهای باغچه ها با مقصد دیگر استفاده می شوند. در دوران شوروی این بناها را همچون باغچه بنا کرده بودند، حالا اداره مقامات دولتی شده اند. دادستانی کل به گفته او این مسئله را حل کردنی نیست. در کلیسای پرواسلاوی شهر دوشنبه امروز مراسمی به خاکسپاری سرگئی تیوتین خلبان یا پیلوت چرخباله که در صدمه روز 4 آگوست در ناحیه ونج فوتید دایر شد. جسد خلبان 2 هفته پس از رخ دادن حادثه روز 18 آگوست از سوی نجات بخشان شهر خروخ از بلندی کوه پایین آورده شد. بیننده ارجمند شکل کاملی گزارش در این باره را در برنامه نوید بامداده صبح فردا می توانید تماشا کنید. و وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا با پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید بخوانید. گزارش های ویدیویی در آزادی ویدیو گذاشته شده‌اند. خداحافظ.